ولی چیزی که من از ماهرو خوشم نمیاد، یکی اعتقادات یکم ماوراییشه که عجیبه. میگفت چی غیر ارگانیک توی چشمای ترانه است. یا خدا. فمینیست نبودن خیلی بهتر از فمینیست سطحی بودنه. یا اصلا فمینیست غلط بودن. آره. مثلا چیزی که اصلا اسمش فمینیست نیست. برای یوتیوب متاسفم، برای دوربینایی که اونجا متاسفم، برای ویلا متاسفم، برای جزیره. یه پیام دارم واسه آقای چی بود اسمش، شاهین. سلام سلام. سلام، چطورین؟ خوبم، تو چطوری؟ مرسی. من فرزانم و مهریشونم از مهرانه. اینجا مهرانه است و امروز اومدیم که یک برنامه غیبت لذت بخش داشته باشیم. یه برنامه هیجان انگیز و آموزشی هدفمون کاملا اخلاقی و آموزشی. اصلا دلمون نمیخواد کار زرد و غیبت بکنیم، ولی سبزیاتون رو بیارین. این ویدیو نفرین شده است تا به حال. این دفعه سومه که داره ضبط میشه. من مریض شدم، برای هممون کار پیش اومده، دچار سوانه و سوختگی شدیم. امیدوارم که این دفعه واقعا ضبط بشه و گذاشته بشه. اگه شما الان دارین این ویدیو رو میبینید، بدونید که ما تونستیم با نحسی غلبه کنیم. پس شما میتونید. پس لایکش کنید. در مورد چی صحبت کنیم؟ عشق ابدی. بریم که بررسی کنیم. بریم اول از خود برنامه شروع کنیم. به نظر من اول از هم بگم که برای من خیلی جالب بود وقتی که پرستو صالحی تبلیغشو میذاش، تیزرشو گذاشته بود و اینا. من میدونستم، خب همه میدونیم دیگه، قبلا دیدیم برنامه‌های مشابه این، نه تو ایران ولی خب توی شبکه‌های دیگه دیدیم، تقریبا میدونیم. منم که عاشق دراما بود تا وقتی که در مورد من نباشه. من عاشق دراما، من نکشین وسطش خیلی خوشحالم و خیلی منتظر بودم و ببینم. آره. و با اینکه کارگردانش بکنم ترکه، درسته؟ کارگردان اصلیش ترکه و کارگردان ایرانی هم داره. آره. با اینکه مثلا برنامه‌های دیگه هم ساخته، همین کارگردان هم اسپانیاییشو ساخته هم خود ترکیشو ساخته، ولی به نظر میرسه که با مخاطب ایرانی انقدر آشنا نبوده که ما چقدر میریم توی جزئیات و زیر و روی تو و پدر و مادر و هفت نسل تو در میاریم و اون چیزایی که از چشم شاید بقیه دور مونده رو میبینیم که ایرانی‌ها تو کامنت و همه چی آوردن به روشون و از نظر ساختاری ضعف داشته، ولی به نظر من بازم شروع خوبی بوده که یه سری تابوها شکسته بشه، یه سری حرکت‌ها بشه، ولی به هر حال سخیف از آب در اومده. ولی واسه هم میشه ازش درس گرفت به نظر من که حداقل بهترین کاری که میتونیم بکنیم هر چیو که اونجا میبینیم تو زندگیمون انجام ندیم. آره، این یه فیلتر خیلی سالم و درستیه که کار رو راحت میکنه. ولی حالا اگر حالا من فکر میکنم که هرچی جلوتر میره این ضبط پادکستمون که دیرتر شد، یک سری چیزایی هم اضافه شد که میشه راجبش صحبت کرد. این که خیلی نکته جالبی اشاره کردی، اینا فکر اینجاشو نکرده بودن. مثلا خود پرستو صالحی چند 2 روز پیش استوری گذاشته بود که فصل 1 این برنامه خوب یا بد دیگه ضبطش تموم شده. دست بکشید بیرون، دست از سر ما برداری. حالا دیگه خوبی بدی هرچی هست الان نمیشه کارش کرد، ولی ما هم متوجه یه سری نکاتی که توی برنامه بود هستش شدیم و حتما قول میدیم که برای سیزن 2 اصلاحش بکنیم. حالا نمیدونم که واقعا این حرفو با اعتقاد زده یا اینکه فقط خواسته دهنه یه در رو ببنده، چون بعضی خب انتقاد پذیر نیستن و به هیچ وجه نمیپذیرن این مسائل رو. نمیدونم پرستو صالحی از کدوم است، من خیلی شناختی ازش ندارم، ولی خب اصلا نمیشه خیلی حرجی هم بر پرستو صالحی نیست. اون فقط یه مجریه. دقیقاً یه مجریه که خیلی هم دست و پاشو بستن. خیلی از هر لحاظ دست و پاش برنامه پرستو صالحی بعد از خروجش از ایران. بله. آره. طرف مجبور بوده یه کاری رو انجام بده. به هر حال این آدم که دیگه قرار نیست برگرده ایران و این موقعیت خیلی خوبه و شرایط سختی داشت. دقیقاً. آره، منم جای پرستو صالحی بودم همین کارو میکردم، میپذیرفتم و به همین شکل اجراش میکردم. یعنی پرستو صالحی خودش بوده، هر چیزی که از شخصیتش داشته و ما از این مجری‌ها و هنرپیشا نباید انتظار داشته باشیم که نماد اخلاق باشن برای ما یا نماد هر چیز دیگه‌ای.
هویت ملی و نمیدونم فلان، اینا رو نمیشه اونجا دنبالش کرد. به عنوان یک انسانی آدمو دوست داشته باشی یا نداشته باشی، یعنی یه برنامه است اینم مجریشه، این که دقیقاً بیا این دوتا رو با هم پیوند بزنی من درک نمی‌کنم، مگه اینکه مثلا این آدم بیاد با آرمان‌های اساسی ما مثلا آدمی باشه که از فلان چیز حمایت میکنه، خب برای ما هست یه چیز متفاوتی باشه. آره نه من اصلا این بحثای زن ستیزه و اینا که بهش برچسب زده شد و صحبت شد راجبش اصلا موافقه هیچ کدوم از اینا نبودم، نیستم. البته به نظر من یکم زن ستیزه، یعنی نمیدونه ها، از سر ناآگاهیش میاد. آفرین از سر اینجوری شکل گرفته. آره پیداست که متوجه نیست خودشم. آره میدونی ارورهای رفتاری ما رو خیلی وقت خودمون متوجهش نیستیم و چون تو اون کانسپت بزرگ شدیم، سالهای سال شکل گرفتیم و چیزی غیر، و واقعا ما ایرانی‌ها خیلی گناه داریم، انقدر خودمون تو جزیره بزرگ شدیم. آره. اینا تو قبلی هم گفته بودم، ما خودمون تو جزیره زندگی کردیم، جزیره‌ای که از همه استانداردهای جهانی دور بوده و استانداردهای خاص خودش رو داشته. نمیشه از مردمی که توی همین فرهنگ بزرگ شدن انتظار داشت که بیان در استاندارد جهانی و یک قالب جهانی یک شوی رو اجرا بکنن. جنس این بماند که جنس این شوها ذاتاً یک جنس تنش‌زاییه، تنش برانگیزیه. دقیقاً خود پرستو صالحی هم گفت که آقا اینا بر اساس دعوا و حسادت و این چیزاست. من اصلا چیز خوبی نیست، نمیتونی بگی سرگرمی تفریح مناسب و مثبت و خیلی آموزنده، نه، ولی خب پایه و اساسش پیداست چیه. تو نباید با چشم این که تو چرا فرهنگ سازی نمی کنی بری سراغ چنین برنامه‌ای. تو از برنامه آشپزی انتظار نداری به تو نمیدونم فرهنگ یا دین یاد بده، که آشپزیه، به تو آشپزی یاد میده. این برنامه مشخصه برای چیه و چه خوب چه بدش، که خب چیز منفی خیلی زیاد داره ولی چیز مثبت هم میشه ازش در آورد. برنامه مشخصه هدفش. آره و کار این برنامه فرهنگ سازی و آموزش نیست. از اولش هم اینا به این مسئله اشاره کردن. اصلا به نظر من میتونن اول ویدیوها همیشه اینو بذارن که هشدار، این برنامه هیچ گونه قصد فرهنگ سازی و چیز نداره و صرفا هدفش اجرای یک سری یک بازی اسکوید گیم فانتزی هستش توی شرایط شیک و پیک. اینا قراره بیان همدیگه رو پاره کنن، بکشن و شما تماشا کنید. در گذشته انسان ها مبارزه‌های گلادیاتوری بوده، می‌اومدن دوتا انسان یا یکی انسان با یه حیوان توی وسط میدون جنگ می‌کردن و این تو این آمفی‌تئاترای روم باستان مردم می‌نشستن تشویقشون می‌کردن. الان با احتساب ویوی یوتیوب میلیونی که میگیره تقریبا یه آمفی‌تئاتر اونجوری میلیون نفریه که این آدم‌ها رو انداختیم وسط و داریم نگاهشون میکنیم. فقط پلتفرم عوض شده، سیستم همونه. خب بریم سراغ شخصیت‌های بسیار دوست داشتنی سریال فوق‌العاده دیدنی عشق ابدی و از خانم زیبای ماهرخ شروع کنیم که از همون بچه‌هایی که بودن و هستن حالا صحبت کنیم. به نظر من ماهرخ خیلی خوشگل بود. الان نمیدونم چرا قیافش تغییر کرده واقعا، ولی از نظر قیافه‌ای خیلی خوشگل بود اوایل. وقتی خودش بود با حال خودش اومده بود. دقیقاً. و بعد اتفاقی که افتاد اینه که من با خیلی آرومه به نظر من نسبت حالا با دعواهایی که با علی داشت و کاری ندارم. مثلا اگه تو اون بحثای علی بود هر کس دیگه بود اون آدم رو واقعا جر میداد با اون حرفای زشتی که اون میزد. ولی مثلا ما توی بحثای ماهرخ با بهار میبینیم که با توهینایی که بهار بهش میکنه با این حال چقدر ماهرخ آرومه. درسته اونم بیادبی میکنه ولی نسبت به بقیه آدمای اونجا به نظر من ماهرخ خیلی رو خودش کنترل داره. ولی چیزی که من از ماهرخ خوشم نمیاد یکی اعتقادات یکم ماوراییشه که عجیبه. میگفت چی غیر ارگانیک توی چشمای ترانه است. یا خدا. من و پژمان توی مسلک عرفانی با هم دیگه از حدوداً 20 سال پیش وارد شدیم که بعداً توی همین برنامه عشق ابدی متوجه شدیم که ما جفتمون توی مسلکیم، یک پیر داریم، یک شیخ داریم و اونم مسلک درویشیه. خب البته اتفاقاً ترانه یه چیز خیلی ارگانیکی همیشه کاملاً. به نظر من تشخیص ماهرخ از اون لحاظ اشتباه بوده. و اینکه در مقابل یکم حالت ببینیم فمینیست نبودن
خیلی بهتر از فمینیست سطحی بودنه یا اصلا فمینیست غلط بودن. آره چیزی که اصلا اسمش ضربه‌ای که اینا میزنن به فمینیسم خیلی بدتره و ماهرخ متاسفانه جاهایی داره کوتاه میاد و یه وقتایی حرفایی میزنه که من به عنوان زن نمیتونم بپذیرم برای موجودیت زن. یعنی حرفی داره میزنه اشتباهی، راهی که داره میری اشتباهه و جاهایی که دفاع میکنی یا کوتاه میای اشتباهه از نظر زن ستیزی میگم، نه نظر شخصی خودش. من این مشکل رو با ماهرخ دارم. پژمانم که یک آدمه دروغگویه، متقلبه، بره توی دریا زیاد تو آب نمک بمونه آب میشه همه چیش میره. و واقعا مثلا تا چند قسمت پیش اصلا پژمان، اول من با این پزشک بودنش مشکل دارم. تو نهایت ممکنه دکترا داشته باشی، نمیفهمم تأکیدش روی پزشک بودن چیه وقتی پزشک نیستی. خیلی سیستم متفاوتیه. شما الان دکترا میتونی بگی دارم، شما خانم دکتر هستین ولی پزشک نیستین. من نیستم. من مثلا میتونم نهایتا راجع به فلسفه راهنمایی کنم. کسی دکترای فلسفه خدای من ما اینو جوکی هم داریم راجبش توی دانشکده فلسفه. یکی میفته میمیره، بعد کسی که کنارش داد میزنه اینجا کسی دکتر هست، یا آقای میاد میگه آره من دکترم ولی دکتر فلسفه دارم. میگه که خب چه کمکی میتونی الان به من بکنی؟ میگه میتونی به این فکر کنی که دوستت آیا در جهان دیگه الان داره زندگی میکنه یا نه. در مهم من باید صحبت کنم. تازه آدم که فلسفه بخونه دکترا، به نظر من 3 تا دکترای تغذیه میتونی بگیری. آره دیگه این میشه دیگه. الان یه بر صورتش افتاد. آره خلاصه خیلی اصرار داره. بعد ماهرخ داره با بهار سر اون دعوا میکنه، نه جواب درستی به بهار میده. بعد مثلا تا اونجا زبونش توی دهنشه، یهو زبون باز میکنه پشت این اون حرف میزنه. خیلی شخصیت دوست نداشتنی از نظر من دکتر واقعا توی آستین انجا نمیشه. ما آخر هر فینالی به خرج خودمون میتونستیم 2-3 تا آبجو بگیریم بخوریم که وقتی داشتیم آبجو رو میخوردیم پژمان خان ما رو صدامون کرد، من و یه نفر دیگه اسمشو نمیخوام بیارم و به ما یه چیزی تعارف کرد که کلا تو کل ترکیه قدغنه، چه برسه که به اونجا. اینم در نهایت میگم راجب ماهرخ چند چیز دیگه هم رو اعصاب منه. یکی طرز لباس پوشیدنشه که به شدت از رابطه هاش تاثیر میگیره و هیچ وقت اصلا استایل درستی نداره نسبت به موقعیت. یعنی اون از ورودش بود که با اون لباس قرمز عجیب غریب، اون از ورودش، اون از سرهمیای عجیب غریب سکسی که توی طول دوران که پارتنر نداشت میپوشید. آره وای اون لوستری که تو فینالی که عجیب بود پارتنرش. آره یعنی ببین حتی نمیشه گفت خز بود، حتی توی خزم این تعریف نشده بود. یعنی تو هیچ نمیدونستی توی هیچ برنامه عمومی به نظر من جاش نبود. و من متعجبم از استایلیست این برنامه اگر وجود خارجی داره که چطور اجازه میدم به همچین ترکیبایی. نحوه لباس پوشیدن و آرایش ماهرخ نه تنها لباسای غلطی انتخاب میکنه بلکه همون لباس غلط رو هم بد میپوشه. دقیقاً. یعنی درست هم استایل نمیکنه. خیلی رو اعصابمه. راجع به دکتر پژمان توی یک چرخه ای افتاد. پژمان اول که اومده بود میدونی اصلا کلا همه اینا این روند رو ما در جریان چیز میبینیم شو که الان اواخر که دیگه وقتی نفر جدیدی میاد اینا تو معرفی های خودشون دیگه یه ذره رعایت میکنن. اوایل هی می اومدن مثلا فکر می‌کردن هرچی عنوان بیشتری از خودشون بدن. اینم علی باب کرد که اینقدر این بحث چیداری و چیاسی و موفقیت و کشتیگیر و قهرمان ملی و مامانمو 20 سال ندیدم و کسب اعتبار از طریق ادعاهای دروغین توی این برنامه رایج شد همون اول. دقیقاً. انگار که هرچی بیشتر کوله باری از ادعا داشته باشی جذاب‌تری. راجع به پژمان افتاد توی چرخه من پزشکم گفتن. اول که اومد من تغذیه خوندم. آره اصلا میگفت تغذیه خوندم و ایران دانشجوی پزشکی بودم، انصراف دادم رفتم تغذیه خوندم. اول اینو میگفت. بعد این قشر بقیه به قدری ضد آکادمیک بودن و دور از این چیزا بودن که پژمان دید هر ادعایی بکنه اینجا میبره. یعنی آره از نظر تحصیلات از اونا بالاتره حداقل. آره
میدونی توی ترکیه اصطلاحی هست میگن که یه مدم، یعنی آره. وقتی یکی خالی میبنده طرف میگه یه آره. مدم، یعنی نخوردم این گولتو نخوردم به اصطلاح. من مطمئنم آدمی که حتی به اندازه 1-2 ترم دانشگاه رفته این اجازه رو به خودش نمیده که این کار رو بکنه که راجبه حداقل رشته پزشکی شوخی نداره و به طور مسخره هر از گاهی میاد 2 عکس بشقاب غذا میذاره و راجب کالری و پروتئینش صحبت میکنه تازگی‌ها و این بیشتر منو عصبی میکنه به عنوان کسی که سالهای سال ته این چیزا رو در میارم. خیلی به شعورم توهین میشه احساس میکنم، یعنی هر دفعه که این برنامه رو میبینم واقعا مثل همه چیزهای مضر مثل الکل و سیگار و یا غذاهای مضر فست فودی که وقتی میخوریم یه عذاب وجدانی داریم که داریم به خودمون آسیب میزنیم و در این حال لذت هم میبریم. من این برنامه برام این حالت رو داره، یعنی هم از این حالتش لذت میبرم اما هر دفعه هم اون ناراحتیه عجیبی رو چه قبل چه بعد دیدنش دارم که این چی بود من دیدم. چرا؟ من چطور به این آدم ها اجازه دادم بیان این حرفا رو جلوی من بزنن و این یک مکالمه 2 طرفه نیست که من برگردم جواب اون رو بدم. اون فقط داره میگه و رد میشه. یک کلیتی من راجع به پسرای جزیره بگم و ببندم، من نمیخوام تک تک راجبشون حرف بزنم. یک کلیتی عموما بازیگرای مرد جزیره برای من از بازیگرای زن معقول تر بودن کلا، به جز این پژمان که اینجوری بود و علی اصلا برام قابل قبول نیست. علی یک شخصیت مرزی ناسالمه. ورود دوبارش به عشق ابدی باعث شد که من واقعا دیگه انگیزه‌ام از دست دادم برای دیدن برنامه. مثلا تو داریم با مسابقه معرفی میکنیم، ما به عنوان تفریح نگاه کنیم، به عنوان مسابقه نگاه کنیم، به عنوان از هر طرف ما میخوایم نگاه کنیم، این برنامه رو پس میزنه چون هیچ چیز عادلانه و درست و مناسبی توش نمی‌بینیم. واقعا برگشتن این 2 نفر واقعا ضربه سنگینی بود. ولی در کل پسرا بیشتر خودشونن تا دخترها، حتی تو اون حالت بعدشون هم خیلی شو از پسرا نمیبینیم، ما چیز نمایشی از پسرا نمیبینیم به جز حالا مهرات که اصلا نمیشه پسر حسابش کرد. خیلی رو اعصابم این مهرات، خیلی عجیبه. بعد این آدما رو میبینی و میبینی که واقعا وجود داره. وقتی تو زندگی خودت یه نگاه میکنی یه فکر میکنی میبینی وای چقدر از این آدما واقعا هستن، چقدر تو موجودات مخی هستین شما. آره. و یه سیاوش رو من خیلی دوست دارم، خیلی قبولش دارم، برخلاف همه خشونتی که شخصیتش داره و خال زنکی که داره. باز بین همه اینا آدمی که بشه یه زن معقول بهش نگاه کرد سیاوشه، اغلب تحلیلای درستی ارائه میده و یه جمله‌ای گفت راجع به علی، جمله طلایی بود برای من تو عشق ابدی که به نظرم الگوی همه اینا باید باشه. گفت که این علی که اینقدر ادعا میکنه من بالام و فلانم، منی که خودم خیلی آدم پولداری نیستم و خیلی آدم مثلا بالایی نیستم، حداقل 4 آدم اینجوری دیدم، آدم موفق. اینقدر که میگه من موفقم، منی که حالا خیلی هم ادعای موفقیت ندارم اما 4 آدم موفق دیدم. این رفتارهایی که تو میکنی هیچ کدومش تو این آدما نبوده. تو وقتی همین بحث پژمان هم همینطوری، تو وقتی میای ادعا میکنی من دکترم، 4 دکتر که تو زندگی دیدی که احتمالاً ندیدی، یعنی تو حتی از کنار آدم موفقم، یعنی این موضوع راجع به علیه، تو حتی از کنار آدم موفق هم رد نشدی که ببینی 2 منش ازش یاد بگیری، حداقل اداش رو که میتونی در بیاری. اینجوریه که همین مشکلش اینه که احتمالاً آدم موفق و پولدارم دیده ولی چون خودش رو در سطح اون آدما میبینه واقعا تو ذهنش، دنبال این نیست که واقعا نگاه کنه بشنوه یاد بگیره. واقعا علی توی ذهن خودش یه آدم بسیار تاپیه که داره تو ویلا زندگی میکنه که من 100% میگم چیزی نیست. دقیقاً داره توی توهم زندگی میکنه و همش داره میگه لذت میبرم. این لذت بردنش از راه رفتن رو اعصاب ماست و واقعا متاسفم برای اینکه فهمیدم همچین چیزی توی کره زمین وجود داره و ایرانیه و آنتالیا زندگی میکنه. حالا ادعا میکنه آنتالیا زندگی میکنه ولی شنیدم پناهنده است اصلا. آره احتمالاً پناهنده است، ندیدم احتمالاً دنیزلی یا بوردو یا جای دیگه است، ولی حالا میگه ادعا میکنه ما آنتالیا رو میشناسیم. من ایرانیان آنتالیا رو تقریبا 90%شون رو میشناسم و دیجی هاشون رو مخصوصا از طریق دیجی پدوکس که دوستمونه خیلی راحت میشناسیم. من همچین موجودی ندیدم تو آنتالیا. حالا دقت کرده باشی اصلا یه قشر خاصی از ایرانی‌ها هستن توی ترکیه، این آدمایی که توی این برنامه‌ن و همدیگه رو میشناختن. حتی سیاوش مهبد و محدثه هم همدیگه رو میشناختن از قبل. این خونه اون رفته بوده.
این پیداست دقیقاً از یه قشر خیلی خاصی از ایرانی‌ها گرفتن و همه با هم آشنان، همه یه سبک زندگی دارن و خب طبیعیه مثلا ما نشناسیمشون، ندیده باشیمشون در جریان زندگیشون، سبک زندگی رو ما نداریم. آره. من راجع مردا خیلی حرف زدم. یه پیام دارم واسه آقای چی بود اسمش، شاهین. نمیخوام چیز کنم نژاد پرست باشم، ولی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. واقعا موجودات عجیبی هستند. منم یه نظر کلی در مورد تک تک پسرا بدم. اولا که مثلا چیزی ما تو این برنامه میبینیم، هیچ آدم سفید یا سیاهی نمیبینیم. حتی علی هم سیاه رو به خاکستریه، میدونیم؟ یه نقطه های سفیدی گاهی وقتها ناخودآگاه از روزنه هاش میزنه بیرون ولی خب همون میزان خاکستری بودنشونه که با هم فرق داره. علی بخوام مثلا دسته‌بندی بکنم، علی واقعا مورد نفرت انگیزترین آدم بین پسراست. محبود یه جور خاصیه، ببین من خوشم میاد ازش، خیلی خوبیه، میدونی؟ آره. پیداست که و فکر نمی کنم تا اونجایی که من تا اینجا دیدم و چیزی که از رفتارش و کاراش فهمیدم، آدمی نیست که بخواد حداقل زیرکا باشه، بخواد برای کسی بزنه. نهایتا داره برای خودش و زندگی و زنده موندن خودش میجنگه که از دست دوست پسر ترانه زنده بمونه. و بعد ترسو هم هست، خیلی خودشو باخته، واقعا خیلی ترسوه. به خاطر اینکه به صورت مدام ایشون روی مواد ارگانیکه، رو ایره، اگه کسی به سمتش نمیفهمه چی شد، چشاشو باز میکنه پیش هوریاست، همومه، نمیتونه دفاع کنه. آره بد جوری به خودش باخته، دقیقاً خودش باخته. و مثلا شاهین از اون آدمای واقعا بدجنسه، آدمای دو به همزن، دروغگوه. یعنی مثلا ما دیدیم دیگه واضحا خیلی عجیبه چطور این برنامه مثلا عمدن اینا رو نادیده گرفته، واقعا انقدر ضعیف بوده توی سرچ کردن گذشته این آدمایی که این آدم واضحا خیلی از این آدما، نه فقط شاهین، خیلی هاشون رابطه داشتن اومدن توی این برنامه، با شوهر داشتن اومدن توی برنامه، فامیلیه یا ترکه، چطوری نفهمیدین؟ نه اصلا تقریبا همشون متاسفانه این توهین رو به اجرا کننده و مخاطب زدن کردن که همشون اینجوری بودن. یعنی آدمای خبره توی رابطه بودن برای خودشون دقیقاً که اومدن. شاهین که گناهش واضح بود، یعنی یک بار نشد این آدم بگه بله من توی رابطه بودم اومدم برنامه و اشتباه کردم. مدام در حال توجیه این قضیه است، حتی اگر این رابطه توی ذهن تو و اون تموم شده باشه، رسما تموم نشده بوده و تو با یک نفر دیگه در ارتباط بودی، اومدی اینجا دروغ گفتی، حداقل به شعور مخاطب احترام بذار و عذرخواهی کن که ما ندیدیم. سیاوش خیلی تحلیلای خوبی میکنه همونجوری که گفتی، ولی یک سری انگریشو داره، مسئله خشم داره که نمیتونه کنترل بکنه. دو آدم بدجنسیه. ما اینو اواخر داریم میبینیم که چیز قشنگی که مهم به نظر من توی زندگی آدما اینه که شما وقتی تحت فشار قرار میگیری چه جوری رفتار میکنی و این انتخاب هایی که اون موقع میکنی. دقیقاً بهترین نمونهش توی این برنامه است، چون وقتی که همه چی گل و بلبله یا یکم مثلا بالا و پایین داره، خب همه میتونن خودشونو کنترل بکنن دیگه. آدم باید خیلی ضعیف باشه که توی اون شرایط خودشو کنترل نکنه، ولی اینکه شما توی شرایط خیلی سخت، خیلی فجیع چه جوری رفتار میکنی اون مهمه. و میبینیم که تمام این آدم‌ها به نحوی شکستن، حتی خود سیاوش که انقدر مثلا تلاش میکنه عاقلانه برخورد کنه با بدجنسی رو تو این آدم دیدیم که تو رفتاراش میره پشت سر مثلا بهار صحبت میکنه، بهش ببین یه سری تیکه کلامای ریز داره سیاوش که از عمد میخواد بزنه قلب طرفو بترکونه عمدن، و این از هوش زیادشه. دقیقاً میدونه کجا بزنه، دقیقاً به تو چی بگه که تو آزار ببینی. این خیلی بده. و ببین مثلا من این برام خیلی خیلی رد فلگ گنده‌ایه که یک آدم در موقع ناراحتی عمدن به تو چیزی بگه که تو رو ناراحت بکنه. این خیلی گنده‌ایه. و پژمانم که در موردش خب صحبت کردیم، محبودم گفتیم، علی هم که اصلا توی کاملا واقالیاس، یک نکته مثبت هم نداره این آدم، به غیر از این که اصلا وقتی که آروم میشه مهربون میشه میاد عذرخواهی میکنه که خب چه فایده داره وقتی قراره دوباره تکرار بشه. حتی الانم که برگشته که خیلی واقعا این توهین به شعور مخاطب از طرف برنامه بود این کار.
الان هم که برگشته بازم خیلی داره تلاش میکنه که از خودش تعریف نکنه، ولی میبینیم که از دستش در میره و این کار رو میکنه. خب ببین برگشتنش کلن اینا انگار که رفتن بیرون به با هم بستن. آفرین بیرون فکر کردن که آقا ما نفهمیدیم. یعنی اینا انقدر ضریب هوششون پایین‌تر از بقیه اعضا بود که اونجا نتونستن برای خودشون حل کنن که چه بازی بچینیم، رفتن اونو چیدن، الان برگشتن و همون هم نمیتونن اجرا کنن. یعنی انقدر عقلش کمه که علی تعریف کرد، گفت ما که داشتیم برمیگشتیم اینجا زهرا نگران بود، بهش گفتم میخوای زنگ بزنم اومدن تو رو کنسل کنم. اینقدر واضح دارن میگن و اینا هم تو آوردن، اینم برای ما هم گذاشتن. یعنی اینقدر خجالت نکشتن که حداقل یا نذاریم تو این تدوینش اینو حذف کنیم. یعنی و زهرا، من اوایل که زهرا رفت با خودم گفتم که آفرین این آدمی بود که از استانداردهای خودش کوتاه نیومد. من توی ویدیو اولی که ضبط کردیم اینو گفته بودم، نمیدونستم برمیگرده. گفتم که خب با تمام اشتباهاتی که داشت و چی میگن تاوانهایی که به خاطر رابطش با نگار داد و اشتباهایی که کرد، ولی انتخابهای درست چیز بود، چجوری بگم، نخواست توی قالب بازی قرار بگیره. ولی بعد دیدم نه بابا این انقدر خنگ بوده توی بازی نتونسته بفهمه و رفته بیرون از بازی. حتی همون شوی مسخره نگار رو هم نمیتونست بازی کنه. همون شوی مسخره پر از فیک بودن و پر از احمقانه بودن رو هم نتونست اجرا کنه. آره آدمای این باهوش این برنامه به نظر من باهوش منفی ها، ولی خب باهوش نگار و سیاوشن. به شدت آدمای باهوش و استفاده منفی از هوششون میکنن. زهرا حتی وقتی هم که بود، یعنی قبل از اینکه از برنامه حذف بشه بار اول، یه اتفاقی افتاد که مثلا به نظر من هم دختر معقولی میرسید که به خاطر استانداردهای خودش حاضر نیست ترکاری بکنه و مثلا شاید بلد نیست، میخواد لاس بزنه بلد نیست یا هرچی، ولی وقتی که چند بار نامزد حذف شد و احساس خطر رو کرد و داشت احساس پیدا بود که داره گوش میده حالا به حرفای نگار، پاشد رفت لقمه گذاشت دهن امیرحسین، بریم با هم صحبت کنیم، میخوام وقت تو بگیرم. یعنی زهرا وقتی هم بود زوراشو زد، ولی همونطور که تو گفتی اونقدر باهوش نیست که بلد باشه قشنگ بازی بکنه. و الان هم میگم نمیدونم چرا برای این بازی انتخابش کردن. علی و زهرا خیلی انتخاب بدی ان واسه این بازی، خیلی برای یوتیوب متاسفم، برای دوربینایی که اونجا متاسفم، برای ویلا متاسفم، برای ویلا که نابود شدن. میلاد دست از سر گلا بردار میلاد. یک کسایی که ضرر کردن توی این برنامه اتفاقا کسایی بودن که شرکت کردن توی این برنامه. فکر کردن میایم یه چند تا ویو میگیریم، فالوورمون زیاد میشه، حتی با هیت میریم بالا. الان چیز کردن دیگه، انگار سفدا یه دونه پیج فروشگاه داشته بستن مردم. دیدم آره میریزن. البته میگن که خودشون میگن که توطئه‌ایه که مثلا نگار رو ادمینش چیدن و گروه‌های بلاکی درست این هستش. سر یکی از پیجای ما اومده بود که دشمنش میاد یه گروه درست میکنه، مثلا 1000 نفر 2000 نفر، حتی یه پولی بهشون میدن، اینا دست جمعی میرن بلاک میکنن، سر یه ساعتی ریپورت کنن. میگن که اینه احتمالا، ولی حتی همینم باشه ببین بالاخره دووم نمیاره. این رشد حبابی بوده و به زودی میخوابه. این دقیقاً یادشون میره مردم، با فصل بعدی اینا یادشون میره. یکی دیگه از مسائلی که بر من جالب بود، مثلا من توی صحبت‌های توی کامنت ها و ویدیوهای ریاکت بقیه آدمو میدیدم به این چیز، خواستم بهش اشاره بکنم، طرز لباس پوشیدن کلی دخترها بود. به نظر من اتفاقا توی یه مورد این برنامه خوب عمل کرد، چشم مردمون عادت کنه که خانوم‌های ایرانی توی کشورهای دیگه زندگی میکنن و لباس‌های اینطوری هم میپوشن، مخصوصا به لباس الهه گیر داده بودن. و تو میدونی دیگه توی ترکیه اون لباس خیلی عادیه، خیلی عادیه. لباس اون تاپه بود که برش داشت روش، برش‌های زیاد داشت. خیلی مردم در مورد اون چیزی گفتن. تو اون سن دختره کاملا عادیه، همه میپوشن. دقیقاً. یا نیم تنه های خیلی کوتاه، لباس واقعا عادیه. همون الهه یکی از دلایلی که به نظر من انقدر خوی وحشی طوری داشت این بود که از اول دانشگاهش رو توی ترکیه رفته بود، توی اون سن
سن پایین ترک بود مثلا بزرگ شده بود رفت آمد کرده بود و واقعا آدمو تحت تاثیر میذاره. رفتارش رنگ رفتارهای دخترای ترکو داره، خیلی رنگ گرفته از اونها. منم دیدم، حس کردم اینا توش. و بعد ما تو فرهنگی هستیم که از ریشه، از چندین نسل گذشتمون مرام و معرفت به ما درس داده میشه. آره. من نمیگم اینجا این نیستا، ولی اینجا اون چیزی که الگوشونه اینه که بخور تا خورده نشی توی جنگل، مثل قانون جنگله. راجع به دختره برنامه که میگفتم که علت این که سطح تحصیلی پایینی دارن اینه که وقت و عمرشون رو تو این سن و سال گذاشتن واسه برای این کارهایی که از قبل اینا موفق بشن دیگه، فیزیکی و ظاهری به یک جایی برسن و طبیعیه که فرصت درس خوندن نمیشه برای همچین آدمی. و همین هم باعث شده که آخه تو محیط‌هایی هم که بودن، محیط‌های اونجوری هم متاسفانه از قدیم، از گذشته همین بوده که بیشتر محیط‌های بقا هستش. یعنی شما تلاش برای بقا رو یاد میگیری، چجوری بقیه رو کنار بذارم تا من بمونم. در نتیجه اینا همچین درنده خوی هستن. در مورد خانومیای قشنگمون دیگه چی بگیم؟ من یه چیزی خیلی مشکل دارم باش، اونم خانوماییه که انقدر مدرن و امروزیان حداقل در ظاهر، و بعد وقتی حرف فمینیسم میشه میگه من فمینیست نیستم، من طرفدار برابری حقوقم. خدای من میخوام سرام بزنم تو دیوار. تویی که توی این سن و سال با این قیافه و ظاهر توی این دنیا توی این رسانه ها داری عمل میکنی، هنوز نمیدونی فمینیسم چیه، همون برابری حقوقه، دیگه از بقیه چه انتظاری میره؟ یه جوری میگن انگار خجالت زدن از این موضوع. آره و متاسفانه حتی اون طرفداری برابری حقوق رو هم به حقوق خودشون واقف نیستن که دنبال برابریش باشن. حالا تساوی هم نیست اصلا، این بحث تشابهه نه تساوی. اینا حتی متوجه اینم نیستن. انسان چه مرد چه زن به یک اندازه انسانیم، حقوق انسانی برابری داریم. این خیلی مفهوم ساده و ساده‌شه، کوچیکشه، خلاصه. آره و درستش اینه که ما حقوق مشابهی داشته باشیم، نه حقوق مساوی. حقوق مساوی داشتن تفاوت‌های زن و مرد رو به چالش میکشه. آره وقتی خلقت مسئله اینه که آره من چون زنم یک سری مسائلی بر اساس بیولوژیم برام به وجود میاد، ولی این من رو کمتر از توی مرد انسان نمیکنه. من باید مشابه تو به اندازه تو یه سری حقوقی برام در نظر گرفته باشه، همون حق‌ها رو از دنیا بگیرم، همون سهم رو از دنیا داشته باشن که تو داری به عنوان یک انسان. ترانه خیلی موجوده با مزه‌ایه، واقعا عقل تو کله این دختر نیست. یعنی بعضیا میگن که همه اینا بازیشه، برنامه‌شه، خیلی دختر باهوشیه. به نظر من اصلا نیست. یعنی اصلا این دختر نه تحصیلات درستی داشته نه مکالمه درستی داشته. احتمالاً تنها چیزی که از خودش حقیقت میگه اینه که دوستی نداشته، چون پیداست که حرف زدن بلد نیست بنده خدا و مدام دروغ میگه یا داره در تایید حرفای دیگه حرف میزنه یا حرفای بقیه رو تکرار میکنه. هیچ چیز خاصه به خودش نداره این بچه، کلا تعطیل. و بهار هم که اصلا موجود عجیبی بود. احساس میکنم تو خانواده خوبی بزرگ شده ها، ولی بعد از یه جایی باید فنرش در رفته. و این آره قشنگ خشم دست نخورده‌ای درونش داره. خیلی بیادب بود، خیلی حرفای بیادبانه، رفتارهای بیادبانه که توی شأن هیچ انسانی نیست، چه برسه خانومی که با اون صدا صحبت میکنن با اون کمالات و وجنات. نه ایراد بهار اینه که بهار بود دیگه. آره حالا الان ایراد بهار اینه که آدمیه که همیشه خوبی‌ها رو اغراق‌آمیز نمایش بازی کرده، در نتیجه بدیاش رو هم اغراق‌آمیز نشون میده. یعنی شما آدم عادی هم خوبیاش عادی‌ان، یعنی کمالاتش عادیه، هم نقایصش عادیه، ولی آدمی که کمالاتش رو غیر عادی و میخواد زیاد نشون بده، وقتی بد بشه اون یکی چهرهشو نشون بده. هی میگم اون روی سگ من بالا نیار. دقیقاً نباید بالا آورد اون روی بعضی افراد رو، چون اون روشون خیلی نخراشیده است. از بس که نقطه نمایش ازش استفاده نکردم و خواستم بگم من اون رو ندارم، دست نخورده گذاشتن تو انباری شخصیتشون. آره میتونستن به جای این کار یه قسمتی تو وجودشون داشته باشن
متاسفانه تو فرهنگ ما اینه ها، یعنی ما آرزوی فرهنگ ایرانی هم اینه که ما اینقدر خودمون خوبی رو بر انسان واجب میدونیم که اجازه نمیدیم کمی هم بدی داشته باشه و در نتیجه اینقدر اینو انکار میکنیم که وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم بدترین حالتش رو استفاده میکنیم. خیلی علت خیلی از پوشش های عجیب غریب خانم های ایرانی در ترکیه هم همینه. برای اینکه اینا هیچ وقت حق پوشش اینا هیچ وقت حق پوشش عادی نداشتن، در نتیجه وقتی آزادن دیگه متوجه این نیستن که خواسته خودشون چیه، میخوان هر چیزی اون حس دست نخورده وجودشون میاد بیرون، حس دست نخورده که نمیدونه چی میخواد از خودش. دیگه کیو داشتیم؟ سودا. به نظر من دختر خیلی زخم خورده ایه، خیلی زخم خورده است و سودا دنیا باهاش بد تا کرده. تنها ایرادی که اروری که من توی رفتاراش میبینم وقتی بعضی جاها نگار بهش میگه که خیلی بیرحمی. آره. اون جاهایی که بیرحم میشه جاهایی هن که مشابه این موقعیت رو سودا معلومه تجربه کرده ولی دنیا اینقدر بهش آسون نگرفت. آره. زندگی اینقدر بهش آسون نگرفت و نمیتونه بپذیره که چطور برای من این به این سختی گذشت و تو اینقدر راحت داری ازش در میری. افرادی مثل نگار که به خاطر حالا کاریزما یا بعضی مسائل ظاهریشون یا موقعیت متفاوتیه وقتی از زیر یه موقعیت در میرن، رفتارهای بیرحمانه سودا اینجور جاها خیلی بولد میشه. دقیقاً یه در کل آدم معقولیه. آره. ولی در مواجهه و ارتباطش با امیرحسین من واقعا نمیپذیرم. امیرحسین به شدت آدم کنترلگر و خودخواهیه که همه حرفاش حول محور خودشه ولی به اسم من از تو توقع ندارم و تو به تو نمیاد و اینا بیان میکنه ولی نهایتاً اون کنترلگر درونشه و سودا به این قضیه تم میده. خیلی جاها بعضی جاها هم نه مقاومت میکنه ولی خب خیلی جاها هم تم میده که این اون چیزاییه که ما باید از این مثلا برنامه یاد بگیریم. وقتی از دور اینا رو میبینیم چقدر زشته، چقدر بده و بعداً حالا میتونیم تو خودمون پیداش بکنیم. خانم عزیز نگار عزیز، دختر کوچیک تناز. تناز خیلی بچه است. تناز خیلی بچه است. من تنها چیزی که از تناز خیلی دوست داشتم، از اول برام جذاب بود تو شخصیتش، این بود که هرچی بهش گفتن سیاست داشته باش، گفت نه من همینم که هستم. اگه این آدم قراره خودشو نشون بده، قراره لوس بشه، قراره چه میدونم بی جنبه بشه، بذار زودتر بشه. ولی اینو یه چیزی بهت بگم، الان تو این قسمت ها داری که دوست دختر شاهین اومده توی ماجرا، داریم میبینیم که تناز فقط تازه نفس بود، یعنی آماده چالش بود، میدونست قرار چالش داشته باشه ولی حوصله‌شو داشت. ولی از این چالش آدم 2 بار تو زندگی داشته باشه، بار سوم دیگه دووم نمیاره. دقیقاً. آره. اینایی که داشتن میگفتن سیاست داشته باش، سر خودشون اومده بوده و این تازه نفس بود، این نمیدونست که همچین چیزایی هم ممکنه سرش بیاد. چالش آنچنانی نداشت، فقط چالشش این بود که من میرم سمت شاهین که اگر اون خواست بعدا اون بیاد سمت من، در این حدشو من درست میدونم، یعنی لزومی نداره. نخونده. آره فکرشو نمی‌کرد که انقدر سخت و سنگین بشه براش و بگو. مثلا من تا اونجا رو قبول دارم که لزوما حالا دختر یا پسر فرقی نداره، ما هیچ وقت رابطه رو دقیقاً از یک جا با هم شروع نمی‌کنیم. همیشه یک کدوم از طرفین یکم جلوتر از اون یکیه، یکم اون یکی رو بیشتر دوست داره و این که مثلا تلاش کنه براش به نظر من چیز بدی نیست، چه دختر چه پسر. حالا برای دخترها خیلی جامعه ما بد به نظر میرسه، به نظر من اصلا اشکالی نداره. ولی متاسفانه نگاه کالایی به دختر. دقیقاً تو وایسی تا بیان بهت چیزهایی رو ارائه بدن. فرق با خواستگاری سنتی نداره. دقیقاً. یعنی این نگاه کالاگونه است. اگر تو رابطه حق مساوی داری، حق مشابه داری، حق اینو هم داری که تو قدم برداری برای رابطه، تو بسازیش. اگه دختر اون ناز، مثلا کسی موجودی که باید ناز کنه و باید همه چی براش فراهم بشه تصور میکنی، داری میری توی همون تفکر سنتی و اون عواقبش هم میدونیم چیه. تو نمیتونی هم ناز کنی، هم چیز داشته باشی، هم از اون طرف بخوای همه چی رو داشته باشی، همه حق و حقوقت رو داشته باشی، همه آزادی ها رو داشته باشی. یه سری عواقبی داره این قضیه. اگه عواقب رو میپذیری اوکی. ولی میگم مثلا برای من شخصا این فتن و چیزی که توی تناز جذاب بود همین بود و از بعدش به بعد میبینیم به شدت آدم خال زنک و بی‌ادبی میشه و به شدت زن ستیزه، همش دور و بر آقایون میچرخه، از اونا حمایت میکنه و سیسی جون بقیه شده که من از این خوشم نمیاد.
و حتی تو این قسمت‌های آخر داریم میبینیم دیگه داره بر ضد مثلا اکس شاهین صحبت میکنه و اینا، در صورتی که دختره با تو کاری نداشته. من همیشه اینو تو اشتباه مثلا روابط میبینم که وقتی یک پسر خیانت میکنه اون دوتا خانوم به هم میافتن. آفرین. چرا؟ مشکل از آقاه. من خودم آره از این ماجرا ضربه خوردم. یعنی یکی از دوستام که همسرش خیلی رفتار درست و شایسته‌ای نداشت با خانمای دیگه، سر این که مثلا خیلی صمیمی رفتار میکنه همسرش با ما، من و خانمای دیگه که تو اون جمع بودن متاسفانه با ما قهر کرد، با ما رابطه‌شو قطع کرد، به جای اینکه مثلا بره یقه همسرشو بگیره بگه این ایرادتو درست کن، تو حد و مرز خودت باش، تو رفتارات دقت کن، خیلی راحت همه ما رو از دست داد. اکثر مواقع متاسفانه آره همینه که خانوم‌ها با خانوم‌ها به مشکل میخورن، به جای اینکه برن سراغ مشکل اصلی. همیشه آقایون مشکل اصلی. آره بین خودمون باشه همیشه مشکل اصلی آقایون. آره خب تو نظرت چیه در مورد نگار؟ من نگفتم نگار رو من واقعا ازش خوشم نمیاد. یعنی دختر خوشگل و جذابیه ها، ولی واقعا توی من نمیره، اصلا نمیره. به شدت بدجنس، به شدت سفسطه‌گر، مغلطه‌گر و اصلا نمیشه باهاش بحث و به نتیجه برسونه. از اون آدماییه که من عصبی میکنه، از اون آدماییه که من 100% حق با هم باشه هیچ وقت وارد بحث با این آدم نمیشم، چون این آدم ببینم از اون ور داره میاد من از اون ور فرار میکنم. تو زندگی من داشتم و خیلی علنی بهش گفتم که ببین من نمیتونم تو بازی تو بیفتم، در نتیجه منو از دست میدی چون تو هم نمیخوای این اخلاقتو درست کنی، من میرم پی کار خودم، تو هم برو. دوستی داشتم که خیلی هم شم قیافش شبیه این بود، هم مدل حرف زدنش شبیه این بود و واقعا آدم نمیتونی با این آدم ها رابطه تو ادامه بدی به هیچ وجه. آره. اصلا رابطه‌ای وجود نداره. یکی واقعا دهن این ترانه رو ببنده. من نمیفهمم اینا مثلا پیگیری قانونی نداشته، حقوق قانونی نداشته برنامه که اینطوری احتمالاً از اینا امضای گرفته شده راجع به این که نباید و چرا پیگیری نمی‌کنن اینو. خیلی عجیبه و اینکه اصلا حق نداشتن وقتی رابطه دارن بیان برنامه، چرا در لحظه اخراج نشدن وقتی فهمیدن که رابطه داشتن، باید در لحظه اخراج. مثلا کسایی که با رأی شما انتخاب شدن و حذف شدن به چه حقی برگشتن؟ اگر حق رأی شما هیچ معنایی نداره پس چرا اصلا رأی گیری میکنین؟ خودتون هر کی میخواین حذف کنین، هر کی میخواین برنده کنین دیگه، چه کاریه؟ خیلی برنامه آبکی بود اما نشون داد که چقدر جای اینجور ریالیتی شوها تو فرهنگ ما خالیه که مجبوریم بشینیم اینا رو ببینیم. دقیقاً. ولی کاش یه چیز اصولی تری، یه چیز حرفه‌ای تری ساخته بشه. واقعا امیدوارم که درس بگیرن از این فصلش و بتونن فصل بعدو بهتر بسازن، اگرچه اصلا چشمم آب نمیخوره چون اصلا صبر نکردن که واکنش‌های این فصل رو ببینن برن سراغ بعدی. هم بدونیم نظر شما چیه؟ اگر تو جزیره آدم خارا بودین با کی میموندین؟ کیو حذف میکردین؟ اصلا چی به شما میدادن حاضر میشدین توی این برنامه شرکت کنین؟ یه چیز دیگه بگم، اگر امکان آسیب زدن به یکی از اینا رو داشتین، به این آدم ها رو داشتین و هیچ چیزی جلودارتون نبود، چه نوع آسیبی به کدوم یکیشون میزد؟ دقیقاً. خیلی جذابه. حتما دیگه ترند این روزاست، نظرتون رو حتما در این مورد بگید. به نظرتون اصلا خوبه این برنامه ساخته بشه؟ بعد این اصلا قراره همیشه همه برنامه ها آموزنده باشه یا میتونه تفریح اینجوری هم باشه؟ نظر شما چی؟ اگر شما بودین چی رو تغییر میدادین؟ به ما بگین. منتظر کامنتاتون هستیم. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودی تو دوست خوب منی. خداحافظ.